مرکز تو نبودی مگر؟ بله من بودم. وقتی که یک اتوبوسی از کران آتش زدن شما به نجات آنها دویدید؟ من دویدم. بله من دویدم. کوکستانه ای فاس، اگر میخواستی ما رو خبر میدادی، اما همیشه پنهان شدی. برای چی گلم نجات میدیم گفته از امنیت و پلیس خبرها را پنهان کردی؟ وقتی که شما دستگیر میکنید چی میشود؟ دیگران در پیش چشمانتان آنها رو خلاص نمیکنند مگر؟ خلاص نمیکنند مگر؟ کو بگوید کجای این کار عدالت است؟ بگوید. من زدم و هم پنهان کردم. بسیار خوب هم کردم. همه اونها رو دستگیر کردم، کشتم و کاری خوب هم کردم. خیلی نباشد ما را هم کش. دیگر کسی با دست برادر خود مرده است نمیگوید. میگوید که از دست راهزن است. در کن پلنگ را. هرگز مرا مجبور نکنید سردارم. شما خوب میدانید که من به شما یگان ضرری رسانده نمیتوانم. سردارم مرا مجبور نکنید. دیگر هیچ چیز مثل پیشینش نمیشه. میدونستم که همیشه از دنبال چیزی هستی، چه کاری را انجام میدی، اما تصور نمیکردم که کار تا به این درجه رسد. خیلی خوش به حالتان. نهایت دیگه را دستگیر کردید. در آخر مرا دستگیر کردید. همین خیلی نمگر. معلوم که مرا میپرانی، بران که آزادم نکردی. بله اگر خواهید میپرانم به سرتان میپرانم. سلاح در دستت. بران و تو میگویم سردارم بس کنید. مرا مجبور نکنید. مرا به گناهی عظیم مجبور نکنید. خاموش استید. بران گفتم. بس کنید سردارم بس کنید. مرا مجبور نکنید که تا شما رو برانم. حالا مرا نمیکشی؟ از همین مثل کودک شلاق خوردنت؟ چی شد؟ برای چی خاموش ایستادی؟ فرزندانتان یتیم نمانند. التجا میکنم مرا نزنید. مرا دیگر نزنید. التجا میکنم سردارم نزنید. کسی بران در بران مثل راهزن ها بران بران. چرا مرا اینقدر مجبور میکنید سردارم؟ چرا؟ نخواد که من شما را کشم. شما با گفته های من اهمیت ندهید. کو خیزید. خیزید سردارم. التجا میکنم خیزید. خدایا من چیکار میکنم؟ برای یگان راه نشان ده. در تاریکی گم شدم خدایا و من روشنی را نشان ده خدایا. التجا میکنم. مددم کن سردارم.